جنگ‌های استیلاگرانه عرب در تاجیک زمین غربی. باید ذکر نمود که برای پهن نمودن دین اسلام بیرون از مناطق عرب لشکری با نظام مخصوص آماده شده بود. عرب‌ها پیش از آنی که به ایران زمین لشکر کشند از ناآرامی‌های این دربار خبردار بودند، زیرا آنها در این مناطق جاسوس‌های خود را فرستاده بودند تا بدانند وضعیت در چه حال است. عرب‌ها می‌دانستند که این مردمان نهایت ثروتمندند. با پهن کردن دین اسلام آنها می‌خواستند این ثروت را به دست آورند. سالهای 633 634 سرلشکر عرب خالد ابن ولید برای به دست آوردن ایران زمین به مرکزهای ساسانی لشکر کشید. خالد ابن ولید هرمز مرزبان را به دین اسلام خواند. هرمز مرزبان این تکلیف خالد ابن ولید را نپذیرفت. کار تا به جایی رسید که آنها با هم تن به تن جنگیدند و در نهایت هرمز وفات کرد. در این جنگ سپاه ساسانی شکست خورد. این جنگ در تاریخ با نام جنگ زنجیر معروف است، زیرا در پای بعضی سربازان زنجیر بسته شده بود تا که آنها از جنگ نگریزند. عرب‌ها پس از آنی که مرزهای قسمت غربی را فتح نمودند به مرکزها شتاب کردند. شاهنشاه یزدگرد سه سپاه را به دست رستم فرخزاد والی خراسان سپرد. رستم فرخزاد را بهمن دراز ابروی همراهی میکرد. وقتی که بهمن به بابل آمد، عرب‌ها زورق‌های خود را به هم آورده پول کردند و از فرات گذشتند. ساسانیان در جنگ‌های خود از فیل‌های جنگی استفاده می‌بردند که از این فیل‌ها اسبان عرب در ترس بودند و از میدان جنگ فرار می‌کردند. در نهایت عرب‌ها پیاده جنگیدند. ابو عبیده سرلشکر عرب به فیل سفید حمله آورد و او را زخمی کرد. فیل در خشم شده ابو عبیده را زیر پای کرد. ابو عبیده زخمی گشت و سپس وفات کرد. در این جنگ لشکر عرب تلفات زیاد داد. آنها فریاد می‌زدند یا همه می‌میریم یا غلبه به دست می‌آوریم. در این جنگ عرب‌ها 4000 سرباز خود را از دست دادند. بعد تعمیر پل 3000 سرباز عرب از رود گذشته عقب نشینی کردند. وقتی که عرب‌ها از جنگ شام فارغ شدند، 30,000 سرباز خود را با سروری سرلشکر سد وقاص به سمت ایران زمین و تاجیک زمین راهی کردند. جنگ قادسیه سال 636 در دهه قادسیه نزد کربلا به وقوع پیوست. این جنگ 4 روز دوام یافت. روز اول برتری جنگ نصیب فارس ها بود. روز دوم عرب ها کمک گرفته به لشکر فارس تلفات آوردند.
روزی سیوم باشد. عرب‌ها با نیزه چشمان فیل‌ها را کور کردند. روزی چهارم تند باد وزید. عرب‌ها از این استفاده برده به قلب لشکر فارس هجوم کرده سپاه را پراکنده کردند. با قوه‌های نابرابر طرفین غلبه به دست آوردند. تاجیکان ایرانیان در این جنگ درفش کاویان را از دست دادند. تابستان سال 637 عرب‌ها به تیسفون زده در آمدند. از شکوه این شهر عرب‌های بادیه‌نشین در هراس افتادند. آنها این شهر زیبا را دیده در حیرت هم افتادند، زیرا آنها بادیه‌نشینند. عرب‌ها سال 637 تمام بین النهرین را فتح کردند و در این مناطق 2 لنگر ساختند. در حلوان نیز سد وقاص با 12,000 سرباز خود یزدگرد را شکست داد. بعد از این واقعه فتح دیگر شهرهای ساسانی از جانب عرب‌ها آغاز گردید.